سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ زندگی و دوران کاری دیک چینی، کسی که خیلیا بهش میگن معمار قدرت مدرن آمریکا و همزمان یکی از جنجالی ترین چهره های سیاسی دوره ما. خب، این جمله رو ببینید. میگن قدرتمندترین معاون رئیس جمهور تاریخ آمریکا. این حرف خیلی بزرگیه، نه؟ واقعاً چطوری یه نفر تو این جایگاه تونست این همه قدرت و نفوذ به دست بیاره؟ برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنیم، باید برگردیم به عقب و ببینیم دیک چینی چه مسیری رو طی کرد که از یک کارآموز ساده تو کنگره تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین آدمای دنیا. خب، اول از همه میریم سراغ سالهای اولیه کارش. همون موقعی که چینی داشت از نزدیک و از دل ماجرا سازوکار قدرت فدرال رو یاد میگرفت. به این مسیر نگاه کنید. باور کردنی نیست، نه؟ سال 1969 فقط یک کارآموز ساده تو کنگره بود. اما فقط 6 سال بعد، بوم! رئیس دفتر کاخ سفید. یعنی تو دنیای سیاست واشنگتن همچین جهشی واقعاً کم نظیره. حالا میرسیم به دوره‌ای که وزیر دفاع بود، زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر. چینی اینجا یه پیروزی نظامی بزرگ رو مدیریت کرد، اما در مورد ملت‌سازی یه دیدگاه خیلی محتاطانه و جالبی داشت. اون تونست یه ائتلاف بین‌المللی خیلی بزرگ رو رهبری کنه. اما نکته کلیدی ماجرا اینه که بعد از اینکه جنگ رو بردن، تصمیم گرفت یه کاری رو انجام بده. جالبه، نه؟ اون موقع چینی فکر می‌کرد حمله به عراق و اشغالش مثل فرو رفتن توی باتلاقه. میگفت صدام ارزش کشته شدن سربازای آمریکایی رو نداره. این جمله رو یادتون باشه، چون این حرفش قراره خیلی خیلی مهم بشه. چرا؟ چون کمتر از 10 سال بعد به یه رئیس جمهور دیگه دقیقاً برعکس همینو میگه. بسیار خوب، حالا بریم سراغ دورانی که معاون رئیس جمهور شد. همون دوره‌ای که شهرتش به خاطر داشتن قدرتی بی سابقه سر زبون‌ها افتاد. بعد از حمله‌های 11 سپتامبر، چینی تبدیل شد به چهره اصلی پشت پرده چیزی که بهش میگفتن جنگ علیه تروریسم. نفوذش توی تصمیمای امنیت ملی، مخصوصاً در مورد حمله به عراق، واقعاً بی سابقه بود. خب، اینجا میرسیم به یکی از جنجالی ترین بخشای ماجرا. یه طرف توجیهات دولت برای جنگ. میگفتن عراق سلاح کشتار جمعی داره و با آلقاعده دوسته. طرف دیگه واقعیت‌های بعد از جنگ. نه سلاحی پیدا شد، نه هیچ مدرکی از همکاری با آلقاعده. و دقیقاً همینجاست که کل بحث‌ها در مورد میراث چینی شکل میگیره. تو دوران معاونتش، چینی از سیاست‌هایی مثل شنودهای بدون مجوز و تکنیک‌های بازجویی که بهشون میگفتند پیشرفته دفاع می‌کرد. استدلالش این بود که این کارها لازمه تا قدرتی که بعد از رسوایی واترگیت از رئیس جمهور گرفته شده بود دوباره بهش برگرده. بسیار خوب، پس این همه قدرت و این همه جنجال، آخرش چه تأثیری روی افکار عمومی و حتی روی حزب خودش گذاشت؟ درست بعد از 11 سپتامبر، وقت کل کشور پشت سر رهبراش متحد شده بود، محبوبیت چینی یهو سر به فلک کشید. ولی خب این محبوبیت همیشگی نبود. اصلاً. نگاه کنید چی شد. تا آخرای دوره دوم محبوبیتش سقوط کرد به فقط 13%. این یعنی تبدیل شد به یکی از منفورترین چهره‌های سیاسی تو تاریخ مدرن آمریکا. اما داستان اینجا تموم نمیشه. توی چرخش سیاسی واقعاً عجیب، چینی تبدیل شد به یکی از منتقدای سرسخت حزب خودش و دونالد ترامپ رو یه تهدید برای جمهوری ما خطاب کرد. این مخالفت‌ها اونقدر جدی شد که تو انتخابات 2024 رسماً از نامزد حزب دموکرات حمایت کرد، کاری که تو دورانی که خودش تو قدرت بود هیچ کس حتی فکرش رو هم نمی‌کرد. و سوال آخرینه، آیا اون قدرتمندترین معاون رئیس جمهور تاریخ بود یا یه تهدید برای جمهوری؟ بحث سر میراث دیک چینی هنوزم که هنوز داغه و برای اینکه امروز قدرت آمریکا رو بفهمیم، باید نفوذ و کارهایی که اون انجام داد رو بهتر از همیشه درک کنیم.